خیلی از مردم این ترانه‌های زمان طاغوت رو باور کردن، یعنی فکر میکنن واقعا هیچ خبری نیست. میگه کی اهل جهنم که خونش تو بهشته، صدا داره ضبط میشه که نه باور کن. میگه آجا بهشت و جهنمی کشکی چی کاری چی، نه شیخا درست کردن یک دکان درست کردن ما رو میترسونن. خدا کریمه. اون زمان قدیم ما گفتن خدا کریم. اگر خدا کریم بود برای چی بمب بالا سر امام رضا عمل کرد تو حرم امام رضا؟ اگه خدا کریمه کجا بود کریمی خدا موقعی که روز اول ماه رجب حضرت آیت الله حکیم کنار مرقد مطهر حضرت علی علیه السلام یه مرتبه بمب عمل کنه تیکه تیکه بشن؟ آقا جان به خدا امان از بی‌سوادی. لا مصیبت اشد من الجهل، دردی بدتر از درد نادونی نیست. ما رو سربند کردن، هر بلا سرت میاد میگن قضا و قدره. ما نمیدونیم خدا فقط داره ما قضا و قدر داره، او هم فقط بدیامون قضا و قدره. لقمه تو خون میزنیم صبر داشته باش خدا داره تو رو امتحان میکنه. مگه بیکار خدا؟ هم فقط ناظم مدرسه مایه؟ از دانش آموز تازه سال شو از دانشجو پایان ترم امتحان میگیرن ببینن چیزی فهمیده یا نه. یک سره ما لقمه تو خون بزنیم. با زنم مشکل دارم، با بچه‌م مشکل دارم، با عروسم، با دامادم، با مملکتم، با مسئولین، با شیخا، با همینا مشکل داریم بگیم. بعد ما که گله میکنیم آقایی که یک مقداری بالاخره امتحان میکند خدا. یک بار خدا به ابراهیم گفت بچه‌تو بنداز تو، بچه‌تو قربانی کن. یک بار به مادر موسی گفت بچه‌تو بنداز تو آب. یک سال آب بازی میکرد اینا با هم. آقا دستی به تنه میخوام بگم بر بخوره. مطالعه که الحمدلله نمیکنه اینا رو. شما میدونم که مطالعه نمیکنه. کی بره شبای برره نگاه کنه؟ 90 شب هم الله فهمید سبیلای شرکت شده نفهمیده بالاخره جنومک چیکار کردی؟ نرگس به خواب بسیار نشست یا ننشست؟ مردم ایرانی شما باور کنید آقا من بی سواد نیستم جلوتون اومدم. مردم ایرانی بارتون آوردن. همینجور ساده اندیشید، زود راضی میشید، زود میخندید، زود میپسندید، زود رأی میدید، زود رأی میدید.